برادران عزیز، من کسی که آسایشگاه دکتر طاهری میبیاد درآمدگاه عینی دست راست به از طرف دوشنبه بیدگر. من همینجا کروک هست، نزد کروک همینجا آسایشگاه دکتر طاهری نویسندگی، آشخانه سید بهرام. من اینجا آش سمرقند. من گرد اطراف اینجا تاکسی که دوشنبه میرن. من همینجا میدورید طرف ماچای کوهنوکی 10 کیلومتر میرید. دیه پودخین 2 کیلومتر دیگه از راه کلان درون دره میدورید. بهشت روی زمین، یعنی که آسایشگاه جای آسایشگاه دم گرفتن و سلامتی برقرار کردن شما هست. مرحمت تاجیکستان به پیش با آسایشگاه دکتر طاهری. کسی که میخواد تا 100 سال بیمار نشد، عمر دراز بیند، 10 روزه کورس استراحتی طبابتی مرحمت از 15 اپریل ما با کار شروع میکنیم. کورس طبابتی 10 روز هست. طبابت 50 نمود طرز طبابت هست در اینجا و این چنین هر روز 1 ساعت درس ها در طبیعت، آموزش گیاه ها، درخت ها، گل ها. هر یک آدمی که اینجا میبیاد 50% سلامتی خودش آموختن نقص کردن یاد میگیرد و این چنین طب خلقی نقص از خود میکند. سلامت باشید.